پیش از همه ریت‌ها از جانب انمی ریاست از جانب ما گذرانده میشوند. خصوصا گفتم شما تحقیق کردید که رفتن کودکان نورس و حج بعد از این ملاقات ما علاقه در چند شهر و ناحیه‌ها انو ریت‌های مشترک با یکجایی با وزارت معارف و این جمهوری تاجیکستان علاقه آغاز کردیم و هم صنف‌های خوانندگان مکتب از زیر نظارت می‌گذرانیم. طبق از نظرانه همون کتاب حاضر غایب ژورنال صنفی کی هست کی نیست کی مدتی طولانی نیست صحبت‌ها گذرانده میشه. پیوسته در همین ردیف ما صحبت‌ها گذرانده مردم آگاه کرده ایستادیم. علاقه باید اگر این نمو ببینن باید دیگر مکتب‌ها آگاه باشن که سر این مسئله جناب دیولان گفته ایستادن که پیش از همه نقش معارف خیلی مهم است در اینجا. حالا که برای چی رو به دیندار یا شخصی دامولو میارند لیکن بچه همین عموما اکسیت انسان همین خیلی است که هم وقت چیزی سبک هم میکوبد. انسان میخواد که اگر که میگه به هیچ برای باید همین کتاب بخونی یا که دیندار گوش کنی مسجد بسازی حالا که فکر نمیکند که همین قرآن هم سراپا علم است اون دوران علم فیزیک است خیمی است اون دوران باز گفتیم قانون کودکس است کودکس جنایتی است کودکس گراجدانی است کودکس اویلاوی است در دور اگر عمیق‌تر برایم در اینجا لیکن کرونا وقتی که میگن که همین مسجد بسازی به هیچ هم خیلی حدیث ها و همین چیزا رو با مردم بیشتر فهم میکنن که فقط اگر مسجد بسازید بیشتر در خدمت دین باشه. حالا که اونجا گفته است که مثلا صدقه های جاریه مدرسه مکتب راه ساختن او برآوردن همه این صدقه جاریه است. این همش در قطار مسجد مکتب همون را حتی منزلت مکتب بلندتر می‌ایستد. مشخصا نتیجه ریت‌های میگفتید که سبب‌ها رو چگونه شرح میدادن وقتی که می‌بینم به حج برده از کودکش چی میگفتن؟ سبب‌ها در چه پیش از همه گفتم خرافاتی همون دین زدگی شدن هر یک عائله. همین عائله از بعض وقت من میگن که میگه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر مادر و بعضی پدر مادر خودش مسئولیت ندارد و اینجور مسئولیت دارد که فرزندش تربیت کنند. همین ناآگاهی یعنی که نگاه منطقی و علمی نداشتن به دین مردم خرافات زده کرده است. این کودک میبرد در اونجا فکر میکند که همون حالا که جناب ایلان گفتن که همون بعد حتی اون کلانسول کودک یک طرف است اما بعضی کلانسول همون منزلت حج نمیفهمد چی کار کردن در اونجا نمیفهمد برای چی میرود